با من آماده شید بریم امتحان بدیم. این دفعه چترمو خودم کوتاه کردم و نسبت به قبلی که کوتاه کرده بودم خیلی بهتر شده. راضیم. من نمیدونم دارم با چه عقلی امتحانی رو میدم که اصلا نخوندمش. توی ذهنم میگم که مطالعات دیگه راحته. ساعت 7:45 و من ساعت 8 قراره که اونجا باشم. ولی هنوز دارم ویدیو میگیرم. اگر صدام گرفته ببخشید. تازه از خواب بیدار شدم. امتحانایی که باید میدادم همه رو دادم بجز 2 تا امتحان که اونم غایب بودم. از دستی نرفتم مثلا نداده باشم و اینا، غایب بودم بخاطر نتونستم بدم. بین این 2 تا کدوم؟ آقا من رفتم ریملمو زدم، حالا دوراش کثیفه، اونا رو تمیز میکنم. ولی این ریملی که من دارم خیلی موجا رو به هم دیگه میچسبونه و میریزه قشنگ موجا بعد 1 ساعت. یه ریمل خوب به معرفی کنید که استفادهش. از فاینال نهایی من برام لباسم بپوشم و بیام. گردنبنده یادگاری رو میندازم. مامان بیا این گردنبندمو بنداز. این 2 تا رو با خودم میبرم که بخوام تمدیدش کنم. اینم از لوک نهایی و لتس گو.